همه عکس‌ها از سایت‌ها حذف شدن سبیل خانم. حالا دیگه اینترنت فقط پر از عکسای نیلوفر و خبرهای قدیمی خودمونه، دیگه چیز خاصی نیست. خیلی خوبه، آفرین به تو بگو. خیلی ممنونم خانم. ببینم چیز دیگه ای نمیخواین قربان؟ میخوام. مثلا میخوام بعضی آدما همین که این کارو کردم غیب بشن. همینطور به کارت ادامه بده. بله حتما. سبیل جون، کان تو اتاقش نیست. شما میدونی کجا؟ شنیدم داره میره بورسا. یعنی چی؟ اما ما قرار گذاشتیم به عنوان چهره‌های جوان هتل با هم تو نشست مطبوعاتی شرکت کنیم. فراموشت کرد؟ ای خدا. سبیل جون، کان منو فراموش نمی‌کنه. حتما کار مهمی داره یا یه مورد اورژانسی پیش اومده. من باهاش تماس میگیرم. آره برو زنگ بزن. نه آقا سونار، زلزله نشده، نگران نباشین. من الان تو جادم. میگم شما یه استراحتی بکنین، من بعداً باتون تماس میگیرم. ممنون. عمدن این کارو میکنی؟ نه آقا کن، چرا این کارو بکنم؟ موقعی رانندگی با حرف نزنین، حواسم پرت میشه. از کجا گواهی نامه گرفتی؟ میخواستین از کجا بگیرم؟ از همونجا که همه میگیرن. تازه من راننده خیلی خوبی بودم، فقط یه مدتی نشسته بودم پشت رول، همین. خب حالا مثلا چند وقته ها؟ از وقتی گواهی نامه گرفتم. واقعا که نه نگران نباشی. وای نیلوفر، ماشین نمیبینی؟ تو لاین خودت رانندگی کن. ای بابا آقا کن، اونم تو لاین خودش نبود. خب اونم منو میبینه، گیر ندین دیگه. قوانین راهنمایی رانندگی هم که مسلطی. بله مسلطم، اما شما هم لطفا قبول کنین که اینجا انگلستان نیست. اینجا راه مال کسیه که زودتر میره. حالا از اینجا. نه بعد از پیچ بعدی میپیچیدی. نه دارم درست میرم. برگرد تو این جاده نیلوفر، میشه برگردی؟ بکش کنار، وایسا نگهدار، خودم میرونم. داری اشتباه میری نیلوفر، بهت میگم وایسا. آقا کان ببین، آفتاب بالای سرمونه، بوی دریا میاد، دریا جلوتر حس میکنم، فقط جاده یکم خرابه. شما نگران نباش. نه خب اشتباه از خودمه. آخه من با کدوم عقلی تو رو با خودم آوردم؟ خب برای اینکه من رانندگی کنم و شما هم به جلسه‌تون برسیم دیگه. از تو نپرسیدم. وایسا دیگه، نگهدار. بذارین ببینم ماشین. یه چیزی شد، انگار لاستیک ترکید ها. آره ظاهرا. اگه چیزی رو له نکردی. نه له نکردی. حالا چیکار کنیم؟ پیاده شیم. بیا پایین. بیا اینجا ببینم. من اطلاعات میخوام، زود باش. نام فرید اورال. زود باش، هرچی میتونی راجعش بریز بیرون. ببینم قیمت رو میدونی؟ بله میدونم. بیا بگیر. عجله کن، زیاد وقت ندارم. زود باش، بچم. خب این دیگه چیه حلمی؟ خب چطور همه چی حفظ کنم؟ یادداشت میکنم. آها پیداش کردم. فرید اورال تو انگلستان با آقا کان هم دانشگاهی بودن. از زمان فارغ التحصیلی با هم دوستن. آقا حلمی اینا رو که خودم هم میدونم برادر، یه چیزی بگو که من ندونم. باشه. خب میدونی درسته که طرف آدم خیلی ریلکس و راحتی به نظر میاد، اما خیلی باهوش و زرنگه. یعنی مهره مار داره. آی معلومه که داره خوشتی. اینطور میگن، مخصوصا خانوما. از من نشنیده بگیر، اما خیلی شیطونه. حلمی به نظرم یه خورده‌شو از خودت همچین من در آوردی انگار یه چیزایی گفتی عین این فالگیرای قلابی. اینو نگو. نه پولمو پس بده. نه ببین لطفاً، واقعا که یه لحظه ما اطلاعات غلط و دروغ و فیک به ملت نمیدیم. یکم بهم فرصت بدین، کلی اطلاعات براتون جمع میکنم و میارم. بسپارینش به من، باشه؟ خیالت راحتون با من. پس شیطونه. شانس گند من. وای با این کفشای پاشنه بلند. ایده کی بود که با این کفشای پاشنه بلند بیای اینجا؟ آقا کان این ایده من نبود. بعدش هم از کجا باید میدونستم تو گلگیر میکنی؟ اگه تو مسیر رو درست چک میکردی الان اینجا نبودی. چک کردم. اگه شما با حرفاتون حواسمو پرت نمیکردین تو مسیر درست میپیچیدم. آنتنم که نمیده، نمیتونم به کسی زنگ بزنم. چیکار کنیم؟ باید خودمون درستش کنیم. خودمون؟ چطوری درستش کنیم آخه؟
حال و روزمونو ببین. آقا کان اینقدر قر نزنین. اگه شما موقعی رانندگی حرف نمیزدین و حواسمو پرت نمیکردین من اون پیچ و رد نمیکردم. نمیتونم که در آن واحد 2 تا کار بکنم. من اتفاقا خیلی خوبم میتونی. مثلا هر کاری هم که بکنی میتونی همراهش حرفم بزنی. این پیرن چرا انقدر اذیتم میکنه؟ ببینم صبح که اتوش میکردی چیزی بهش دادی؟ بعضی آدما به بعضی چیزا چقدر گیر میدن، مثل شما که به چیزای جزئی انقدر گیر. چی داری میگی؟ شما داستان پرنسس لوبیا رو شنیدین؟ چی؟ داستان پرنسس لوبیا. نه نشنیدم. یه قصه هست به اسم پرنسس لوبیا. یه شب زیر تختش لوبیا میذارن، به خاطر اون لوبیا تا خود صبح خوابش نمیبره. شما هم ورژن پرنس اون قصه. پرنس. بله. کمکتون بکنم؟ خوب پیش میرم. خیلی ممنون. کمکتون بکنم، بیاین با هم ببریم. خودم میتونم. با هم ببریم، همه کارا رو شما نکنید. الان تموم میشه. اما خسته شدی دین. یکم ازم فاصله میگیری؟ کجا؟ بیا اینجا. کجا میری؟ آقا کان بیام یا برم؟ تصمیمتون رو بگیری. نامرئی باشم یا مرئی؟ من دیگه موندم چیکار کنم؟ مشکلت چیه؟ مشکلم تویی. میفهمم چرا اینجوری با هم رفتار میکنین. انتظار دارین من چیکار کنم ها؟ انتظار دارم مثل یک خدمتکار رفتار کنی. اگه انتظار دارین مثل یک خدمتکار رفتار کنم پس نباید رانندگی کنم ها. اگه تو قرارداد 100 صفحه‌ایتون این بند بوده شرمنده از قلم انداختمش، حفظش نکردم. همه جای دنیا خدمتکار داشتم اما یکی مثل تو به پستم نخورده بود. پس خیلی خوشحالم. ببخشید کان. آقا کان من نمیتونم. یعنی پیشتون نمیدونم دقیقاً چه جایگاهی دارم. نمیدونم. هم باید نزدیک باشم هم دور. آره آدم بدعنقی هستی اما من جنبه دیگرتونم دیدم دیگه. اما 2 روز حتی نگام نمی کنین. انگار اصلا نمیخواین ریخت منو ببینین. نه اینطور نیست. پس میتونین همونطوری که هستم قبولم کنین؟ سعی میکنم نیلوفر. سعی میکنم. واقعا میگم. حالا بیا هر چه زودتر این لاستیکو عوض کنیم وگرنه اینجا میمونیم. باشه. خودم میرونم. ماجراجویی دیگه کافیه. خانم سلام. منو یادتون میاد؟ دستخوش مگه میشه یادم نباشه؟ تئومان بچگیت خیلی ریزه میزه بودی اما خدا رو شکر خودتو بالا کشیدی. نه تنها مایه افتخار خانوادتی، مایه افتخار اهل محلم هست. شرمندم میکنین خاله منور.
خوشحالم که مدرک وکالتم تو پرونده نیلوفر به درد. ممنون. بشین پسرم، سر پا نمون. زینب دخترم، این گلا رو برای کی آوردی؟ نکنه برای نیلوفر؟ خیلی ببخشید ولی اینا رو برای شما آوردم. من اومدم باهاتون صحبت کنم. البته خیلی وقت بود که میخواستم بیام رستورانتون. آی خیلی ممنونم. وای خیلی خوشگله. ممنونم عزیز دلم. خب نظرت راجع به اینجا چی؟ اصلا عوض نشده. درست عین بچگیامه. دوست داشتنی و بسیار زیبا. عین خودتون. ممنونم عزیز دلم. من متوجه نمیشم وقتی میشه همچین جایی کار کرد، نیلوفر تو اون هتل چی کار داره؟ خب نیلوفر زاده و بزرگ شده یه اینجاست، خودت هم میدونی اینطور نیست؟ بیار دخترم بذارش اینجا. خیلی ممنون. ممنون عزیزم. آدما هر از گاهی نمیتونن جایی که بهش عادت کردن بمونن، چیزای جدیدی تجربه میکنن. اونم داره همین کارو میکنه، اما اونم به زودی قدر اینجا رو میدونه. من راجع به اونجاها اصلا چیزای خوبی نشنیدم. اون هتل اصلا مناسب نیلوفر نیست. ببینم تو خیال کردی من نمیدونم اون آدما از چه قماشی هستن؟ اما اگه یه تار مو از سر دخترم کم بشه، به خدا اون هتل رو سرشون خراب میکنم. خیالت راحت. نیلوفر واقعا خوششانسه که یه بزرگتری مثل شما. آی عزیزم، اما منم خیلی خوششانسم. میدونی نوام تا حالا اصلا اذیتم نکرده. قراره فردا با دخترها همگی با هم بریم پیکنیک. ورکم درست میکنم. تو هم میخوای با همون بیای ها؟ بذار پاهات یکم خاک و لمس کنه. عالی میشه. چه خوب. ببخشید. نمیدونم نظر شما چیه، اما به نظر من این اصلا درست نیست. نگاه کنید. این چیه؟ چهره تبلیغاتی لوتسیا. این یعنی چی؟ نوه من شده چهره تبلیغاتی اون هتلشون؟ ای بابا. تونستم آقا جنید رو سر بدونم، اما اینجوری که نمیشه. نمیتونم ادامه بدم. باید یه راه حلی پیدا کنیم. آقا چتین، قبلا هم بهتون عرض کردم فعلا کار دیگه از دستمون بر نمیاد. باید تا جایی که ممکنه معطلشون کنیم. معطل؟ گفتنش بله راحته، معطل میکنیم. چطوری معطلشون کنم؟ هنوز چند ماه مونده تا مدت داده شده تموم شه. باید یه راهی پیدا کنیم تا بتونیم بهشون توضیح بدیم چرا تا حالا سند زمین این هتل رو نشونشون ندادیم. اسناد تقلبی که قبلا خواسته بودین برامون دردسر میشه، بعد جوری توی مخمسه میافتین. چتین؟ جنید به هم جون گفت اینجا نیستی. اما گفتم شاید برگشتی اومدم. کار خوبی کردی، فکر خوبی کردی. منم الان میخواستم بهت زنگ بزنم. بیا بریم پایین یه غذای مشتی بزنیم تو رنگ. غذا بخوریم؟ آره بریم. بچه ها شما ادامه بدیم. بریم جنید جون. نه آقای کان در دسترس نیستن. هنوز تو راهه. اما خیلی وقتی که رفتن، طبیعیه که این همه مدت گوشی آنتن نده. نمیدونم اویا، نمیدونم داره چی کار میکنه، چرا میکنه. خیلی میبخشی. از دست تو عصبانی نیستم که از دست کان عصبانیم. همه کارا رو ریخته سر من و رفته. اصلا نمیفهمم چطور تنی از پس این همه کار برمی اومد. اصلا نمیدونم. برنامه ریزی داره. دقیقه به دقیقش برنامه ریزی شده. اگه بخواین برای شما هم یه برنامه می نویسم. نه نمیخوام، ممنون. زندگی که دقیقه به دقیقش برنامه ریزی شده باشه به درد من نمیخوره. پس چی کار کنیم؟ یه بار دیگه بهش زنگ بزن، دست درد نکن.
ببین ساعت چنده ما هنوز نرسیدیم. آقا کان اگه خوشتون میاد منو مقصر همه چی بدونین باشه، من راضیم. یعنی قبول میکنم همه تقصیرها رو گردن میگیرم. اوه ساندویچ ماهی، بوی ساندویچ ماهی میاد. من این بو رو هر جا باشم میفهمم. آقا کان اگه عصبانی نمیشین من سری برم یه ساندویچ ماهی بگیرم و بیام. سری میام، اصلا لفتش نمیدم. فقط 2 دقیقه. ها باشه، ما که به نشست مطبوعاتی دیر میرسیم. برو بگیر بیا. باشه زود میام. برای شما هم یکی بگیرم؟ نمیخوام. اصلا؟ نمیخوام. بعد داشتم میخوردم نگین که هوس کرد. من رفتم. الو، خدا رو شکر آقای کان نمیتونستیم باهاتون تماس بگیریم. خیلی خوشحالم. گوش میدم به آقا فرید. کجایی تو داداش؟ نمیدونم فرید، اما اینو میدونم که به نشست مطبوعاتی نمیرسم. به آسو بگو فردا ردیفش کنه. پس برمیگردی. یه سر به آقا آیکوت میزنم، اما تا شب برمیگردم. خیلی خوب باشه، میبینم. چی شده؟ نمیدونم، ما یاداره برمیگرده. داداش خسته نباشی. خوش اومدی. تازه از دریا آوردن. خب هر کدوم میخوای بردار. بوی ماهی کبابی رو حس کردم اومدم اینجا، اما اینا که هنوز تازه است. گشنه ای؟ یکم. برو بشین یه ساندویچ برات درست کنم. راست میگی داداش؟ بدو بیا. دمتون گرم. 5 دقیقه حل دیگه. بله البته. نیلوفر بفرمایید. الان میام داداش. آقا کان داشتم میومدم، شما چرا اومدین اینجا؟ منم گشنمه، بریم رستوران. نمیشه داداشو به خاطر من دارن ماهی کباب میکنن، منتظر اونا. اینجا جا برای نشستن پیدا نمیشه. بریم تو رستوران بخوریم. نه چرا بریم رستوران؟ اونا ماهیاشون از این ماهیگیرا میخرن. اینجا تازه ترم هستش دیگه، دارن درست میکنن. پولش هر چقدر بشه میدیم. بیا. چی آقا کان؟ این قضیه اصلا ربطی به پول نداره. اینا زحمت کشن. صبح ساعت 5 بیاین دیگه، زود باشین. طوری نمیشه آقا کان، بریم. از دست تو. علی میخوای بچه ها اونجا بشینن؟ جوونا بیاین تو، سالاد تازم درست کردم. بیاین تو. بفرمایید. وایسا بذار. بیا. آی. خوبی؟ مطمئنی؟ بله دریا به این قشنگی ماهی کبابی. بریم. امروز باری که تازه تو پلاژ ساختیم شروع به کار کنه. بگو حتما همه کابینا رو تمیز کنن باشه؟ چشم خانم. سبیل خانم، باباتون پایین با آقا جنید غذا میخورن. خب پس لابد لزومی ندیدن که به من بگن برم. منم همینجا میخورم، بها هم که نیست قبرسه. یه چیزی برام سفارش میدی؟ البته قربان. سبیل خانم، میخواین راجع به آقا بها تحقیق کنم؟ برای چی؟ رفتن خارج از شهر، ببینیم جایی که گفته میمونه با کیا میره و میاد. نه دیگه لزومی به این کارا نیست. دیگه اون زنه رو نمیبینه. به هم قول داده این روزا میونمون خیلی خوبه. خوبه قربان. سالادش خیلی خوشمزه است، از اینم برداریم. نمیدونستم انقدر ماهی دوست داری. همه میدونن من چقدر عاشق ماهیم. اگه هر روز به ماهی بدین عین بچه گربه ملوس میشم. خوب شد فهمیدم. اما حالا که فهمیدین مجبورم نکنین هر روز تو سویت براتون ماهی درست کنم تا آروم شم. نکنین ها. ببخشید. آبجی دست درد نکنه، خیلی خوشمزه. نوش جونت. اوستا خسته نباشی. من شما رو کشوندم اینجا، اما چیز نکنین.
این نگین که ماهیش تیغ داشت پرید گلوم دارم میمیرم و این حرفا، چون ممکنه تیغم داشته باشه. من کیفم کوکه. هر روز دارین غافلگیرم میکنین آقا کان. تو هم همینطور. میشه یک کمی هم برای من سالاد بریزی؟ بله الان براتون میریزم سالاد. از این روغنش بریز. نوش جان. دخترم خیلی ناراحت شده چتی؟ میدونی که اون ناراحت بشه منم ناراحت میشم. خب چی شده؟ مشکل چیه؟ به نشست مطبوعاتی بورسا دعوت نشده. ممنون. کان بدون اون رفته. ببینین چی میگم جون. غمزه شریک این هتله. بله لزومی نداره دعوت شه. تازه کان با غمزه نره با کی بره؟ یعنی کی باش باشه؟ با یکی از کارمندای هتل رفته. کارمند؟ کدوم کارمند؟ با همون دختره که به عنوان چهره تبلیغاتی. فهمیدم. حالا فهمیدم. جون این یکی از رسمای هتل ماست. ما هر سال چهره تبلیغاتی هتل رو انتخاب میکنیم و تو همه جلسات و بروشورها از اون چهره تبلیغاتی استفاده میکنیم. یعنی باید بگم که باید برای تبلیغات رفته باشه. خوبه. خب اما چطور میتونیم این وضعیت رو برای غمزه توضیح بدیم؟ نگران نباش، خودم بهش زنگ میزنم باش حرف میزنم. آخه مگه میشه ها؟ اصلا مگه ممکنه؟ غمزه کجا؟ اون دختره کجا؟ خب غمزه هم پاشه بره بورسا. خب رفته الان تو راه. آره همینه. حواسش به هتلمون باشه. بفرما نوش جون. بله غمزه خانم. اویا جون کانو پیدا نمی‌کنم. ایشون رفتن بورسا، گوشیشون آنتن نمیده. من کمکتون کنم؟ منم اومدم محل نشست مطبوعاتی اما کسی اینجا نیست. آقای کان به خاطر یه پیش آمد نشست مطبوعاتی رو کنسل کرده. نشست فرداست. حالا کان کجاست؟ قراره آقای کتو ببینن و برگردن. میگم باهاتون تماس بگیرن. باشه با هم تماس بگیره. آقا آیکوت. درود بر تو. سلام. خوش اومدید آقا کان. شما هم خوش اومدید. سلام آقا آیکوت، من نیلوفر. یادم هست تو مغازه لباس پرو می‌کردیم. آقا آیکوت تو راه ماشین خراب شد، یکم دیر کردیم، عذر میخوام. ما فکر میکردیم قراره بیایم محل کارتون. اگه میدونستیم قراره بیایم اینجا لباس مناسب تری میپوشیدیم. به دلایل امنیتی دیگه اینجا میمونم. امیدوارم بعد موقع مزاحم نشده باشه. اتفاقا خبر خیلی خوبی گرفتم اما بهتون قول داده بودم و شما بی خودی از استانبول اومدین تا اینجا. چطور بگم، من دارم پدر بزرگ میشم. عروس من در حال زایمانه. وای چه خوب، تبریک میگم. امیدوارم زیر سایه پدر مادر بزرگ بشه. پس شما چرا هنوز اینجا این؟ خیلی ببخشید بفرمایید برید شما بعد اونجا باشیم، ما منتظر میمونیم. سپاسگزارم. معلوم نیست بچه کی به دنیا بیاد. بهتره ما برگردیم استانبول، فردا میایم اینجا برای نشست مطبوعاتی، اون موقع حرف میزنیم. آخه مگه میشه؟ مگه من میذارم که شما از اینجا برین؟ باید راجع به موضوعات خیلی مهمی صحبت کنیم. لطفاً امشب پیش ما بمونید. ما برمیگردیم، اینجوری بهتره. نمیدونم فردا فرصت کنم یا نه. خواهش میکنم همینجا بمونید. بی خودی باید برین و بیاین و 4 ساعت هم راهه. شب که برگشتم مفصل صحبت میکنیم. خواهش میکنم. باشه، حالا که شما میخواین میمونیم. نیلوفر خانم ممنون که گفتید برم. خیالم واقعا راحت شد. خب دیگه من میرم بیمارستان. دخترم آقا کان و نیلوفر خانم خوش اومدید. مهمونای من هستن و امشبم اینجا میمونن. هر کاری لازمه بکنید. به امید دیدار. با خبرای خوب. ماجرای من در پیشه. مبارک باشه. ممنونم.
آقا کان نمیتونیم اینجا بمونیم. نیلوفر جان باید قبل از این حرفا فکرشو میکردی. یعنی الان اینم تقصیر منه؟ شرمنده فکر زایمان عروسشون رو نکرده بودم. میخواستین بهش بگم بمون اینجا با کان حرف بزن. لازم نبود چیزی بگی نیلوفر. باید به عنوان خدمتکارم بی سر و صدا پشت سرم وای میستادی. در 301 خدمتکاری تا لازم نشده حرف نزن. باشه. من نمیتونم هر جا که دلم خواست برم بمونم. جدی میگی؟ آره مامان بزرگم حتما میکشتم. آها بده به مامان بزرگ زنگ بزنم. که چی بگین؟ میگم من کانتون جان با نیلوفر برای کار اومدیم بوستان، نگران نباشی. نه لزومی نداره، اون با من. خودم بهش زنگ میزنم ردیفش میکنم، نگران نباشی. مجددا خوش اومدین آقا کان، اتاقتون حاضره. سلام بفرمایید. بفرمایید آقا کان. بریم. آهو کجایی تو الان؟ نیلوفر، نیلی عشقم، خالم خیلی مریضه، اصلا وقت ندارم. الان قطع میکنم بعدم بهت زنگ میزنم. باشه فعلا خدافظ. باشه زنگ بزن. فردا تو نشست مطبوعاتی علاوه بر منظره ساحل منظره هتلم نشون بدیم. نظرت چیه؟ عالیه، فکر خیلی خوبیه. احسن جنید جون. میدونی خوب شد که ما شریک شدیم. خوب شد. من دیگه به هیچ کاری نمیرسم. آدم بعضی وقتها زیر بار این همه مسئولیت فکر بعضی چیزا رو نمیکنه، عقلش قد نمیده. همیشه گفتم بازم میگم، من به خاطر دخترم اینجا باهاتون شریک شدم که اونو خوشحال کنم. اگه اون راضی نباشه این کار پیش نمیره. متوجه هستی؟ بله خیلی خوبم، متوجهم، کاملا درک میکنم. اما اصلا نگران نباش، من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم که این شراکت ادامه داشته باشه. بله، در ضمن غمزه دیگه دختر خودم به حساب میاد. خوب شد اینو شنیدم. دخترم به کان چطور بگم خیلی وابسته است. آره عاشقشه. از زمان دانشگاه اسم اون ورد زبونش شده. انگار تفاهم دارن، رابطهشون خوبه. خیلی خوبه. چه جورم خوبه. خیلی دلم میخواد علاوه بر رابطه کاری پیوند خانوادگی هم داشته باشیم. تازه خیلی هم به همدیگه میان. آره خیلی. شراکتی که با پیوند خانوادگی قدرتش بیشتر شه عالیه. جنید جون، گفتم که این روزا سرم خیلی شلوغه. اون برگه یا نمیدونم سندی که ازم خواستین و میشه یه موقعی که وقتشو داشتم پیداش کنم و نشون بدم. الان وقت ندارم. آره البته، حتما تو راحت باش. عالیه، حرف نداری. ممنون. فقط قضیه این دختره. کدوم دختره؟ همون دختر خدمتکار کانو میگم. خب با غمزه خیلی بد حرف زد، رفتارش خیلی بد بود. غمزه میخواد از هتل اخراجش کنیم. جنید جون، رسیدگی به این مسائل کار من نیست، اما هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. قول. باشه. خوبه، خیلی ممنون. من ممنونم. آقا کان، اینجا چقدر قشنگه، همه جا سرسبز، همه جا آب روون، خیلی قشنگه، انگار تو خود طبیعتیم. آدم میتونه یه عمر اینجا بمونه. واقعا خیلی خوشگله. خیلی ممنون. البته دارم میبینم شما سویت خودتون رو بیشتر دوست دارید. اگه چیزی لازم داشتین به هم بگین. ممنون. کارت اتاق من لطفا. آقا آیکوت گفتن اینجا رو برای جفتتون آماده کنم. چی؟ نه آقای کوت بد برداشت کردن. خانم خدمتکارم هستن، باید یه اتاق دیگه بهشون بدین. خیلی معذرت میخوام، ما خیال کردیم. آقا کان، کمپمون کلا پره، فقط اینجا خالیه. اینجا هم برای مهمونای ویژه آقا آیکوت خالی نگه میداریم. متاسفانه اتاق دیگه ای نداریم. باشه، خیلی ممنون. خواهش میکنم.
خب آقا کان میشه خواهش کنم منو برسونین ترمینال؟ من با اتوبوس میرم. ترمینال؟ امروز اینجا میمونیم نیلوفر. حرفی نباشه، جلسه داریم. مثل اینکه یادت رفته به خاطر تو عقب افتاد. شنیدین که چی گفت؟ فقط یه اتاق مونده. پس الان اجازه بدین من برم، فردا صبح زود راه میافتم، به موقع میرسم. اصلا نمیفهمم چی میگی نیلوفر. الان میخوای بری استانبول، 2 ساعت دیگه سوار یه اتوبوس بشی برگردی اینجا؟ به نظرت این منطقیه؟ نه خیلی، اما تو این اتاق فقط یه تخت هست. باشه نیلوفر، پس من اون بیرون رو نیمکت میخوابم. تو هم مجبور نمیشه چیزی رو به نامزده توضیح بدی. مشکلم این نیست، چون که من نامزد ندارم. از این خبرها نیست. من به غمزه خانم اینو گفتم تا چیز نشه. باشه، این به من ربطی نداره، به خودت مربوطه. من برم سر جلسه، اینو بده. چشم، بفرمایید. این قضیه اصلا به من مربوط نیست. ببینین این اتاق چقدر قشنگه ملیک خانم. این عکس رسما بوی اکسیژن با کیفیت بالا رو میده. چقدر دلتنگشم. این اصالت رو ببینین، این ظرافت رو ببینین. کوسنای کتان، هارمونی آبی و نیلی و نارنجی کمرنگ رو ببینین. شما به اون اتاق تعلق دارین، اون اتاقم به شما. بالاخره که برمیگردین. شما درکم میکنی. یه پیوند نامرئی بینمون وجود داره. بینمون؟ نه، ما یعنی بین اتاق و من. به هیچ وجه نمیذارم اون دختره امول جایگاه همو از شنگم در اونم تا وقتی که یه پرسنل کار بلد مثل شما هست. حیفه، واقعا خیلی حیفه. خداییش حیفه. اینو ببین، نظافت نمیکنه. عین تی آتاشقالا رو پخش و پلا میکنه. نیلوفر اما چیزه نیلوفر، نه نیلو کثیفه. نه کیلوفر. یه چیزه ملیک خانم، میدونین چرا گفتم تشریف بیارین اینجا؟ مژده دارم. آقا کان و غمزه خانم قراره عروسی کنن. آره، باباهاشون توافق کردن، حالا نوبت بچه. اگه اونا با هم ازدواج کنن، غمزه خانم عمرن نمیذاره نیلوفر تو این هتل بمونه. و این یعنی چی؟ خدمتکار ویژه یه سویت ویژه جایگاهشو پس میگیره. حالا که اینطوره، ما هم یه کاری میکنیم که با هم ازدواج کنن. این خوبی رو در حقم میکنی؟ آقای کمال، من براتون هر کاری میکنم. ممنونم. زنده و پایدار باشی. من یکم دیگه به عکس نگاه کنم. کاش دیوارا زبون داشتن و حرف میزدن. چه ماجرایی که تو این سویت نداشتم، چیا و چیا که ندیدم. زندگی با تو زیباترم میشه، تو عاشقم بودی من باورم میشه، با تو دلم غرقه یه بچگی میشه، من آخر رویام این زندگی میشه، من با تو فهمیدم. آقا کان، شرمنده چیزه، متوجه نشدم شما اومدین. حواسم گفتم لباسای تنمون گلیان تا فردا تمیز نمیشن. رفتم مغازه یه چیزایی خریدم، چیز خاصی نیست، یه نگاهی بهشون بنداز. متشکرم ازتون، اتفاقا خیلی هم قشنگن. منم نگران بودم، داشتم فکر میکردم با اون لباسا و کفش پشت بلند اینجا چیکار کنم. خیلی با ملاحظه این. به خاطر یه لباس اینقدر خوشحال شدی؟ خب معلومه، چرا نشم؟ شما خریدین، به فکرم بودین.
من لباس بپوشم. منم بعداً یه دوش میگیرم. منم سری میپوشم. آقای کوت برای شما فرستادن. ممنون. میتونیم بذارینش اونجا. شب خوش. شبتون بخیر. شب خوش. آقا آیکوتو ببین. شما هم خیلی خوششانسین آقا کان. هر جا میرین سویت ویژه‌تون هم با خودتون میبرین. چه سبد قشنگی. اما نمیتونین ببرینش تو حمام. چیزه باید توضیح بدم که نمیتونم آبو درست رو درجه‌ای که میخواین تنظیم کنم. وقتی وسط آبی و قرمز که بذارین یک کم گرم میشه، اما فقط 5 دقیقه گرم میمونه. بعدش دوباره من خودتون یه کاریش میکنین. من زیاد حرف نزنم چون لازم نیست. حالا شما چیز کنین، من لباس بپوشم بعد شما بپوشین من برم. یعنی اگه اجازه بدین اول من بپوشم شما هم. من میرم. خیلی ممنون. بیرونم. خفه شو نیلی. ببند دهنتو. باز چی شده یعنی؟ باز چی شده؟ چی گفتی؟ تو با کانتونجو الان تو کمپ بورسایی؟ آره نمیتونم برگردم خونه. ای باورم نمیشه به خدا. باشه حالا یه سوال ببینم، تو کمپ آتیش هم دارین آیا؟ کان آتیشت نزده؟ بگم جون من خودم میام تو رو آتیش میزنم و بهتر سر به سرم نذاری. باشه بابا بی خیال، گوش کن چی میگم. منوش زنگ زده، تو در دسترس نبودی. اون چیزا رو دیده، تو شبکه‌های اجتماعی دیده چهره تبلیغاتی هتل شدی. چی؟ مامان بزرگ تو شبکه‌های اجتماعی عضوه. به خدا که دیگه این دنیا جای زندگی کردن نیست. پس یه کاری بکن تو، به مامان بزرگم بگو که امشب نیلوفر سر شیفته و نمیتونه تلفنشو جواب بده. برای همین خودم بهت زنگ زدم. اگه زنگ بزنم میفهمه یه جای دیگه از اینجا صدای جیجیرک و قورباغه میاد. باشه حله، اون با من. اما میدونی مامان بزرگت واقعا خیلی ناراحت میشه. قرار بود مثلا فردا بریم پیکنیک، بیچاره کلی تدارک دیده بود. نه اون مهم نیست، من خودمو برای پیکنیک میرسونم. تو خیالت راحت، فقط یه جوری هوامو داشته باش. باشه اما دیر نکنی یا نیلی قشنگم. این آهوی پرکرشمه هم که رفته پیش خالش. اونم رفته پیش خالش. باشه بره بمونه. وقتی برگشتم حتما باید ستایی راجع به این خاله خانم اون یه صحبتی بکنیم. خیلی خوب. ببخشید خانم، میشه جای دیگه ای بشینی؟ ممکنه؟ چرا اون وقت؟ چون من اینجوری نمیتونم روی نوشیدنیم تمرکز کنم. خیلی جذاب اینا. چی میل داری؟ از همین لطفا. سبیل ها هنوز داری کار میکنی؟ من دارم میرم. دارم آماده میشم. منم خیلی خستم، میخوام برم. بیا. با آقا جنید چیا گفتین؟ هیچی، از این ور اون ور حرف زدیم. خیلی خوشحاله که قضیه مطبوعات رو جمع و جور کردیم. کاملا راضیه. شانس آوردیم امروز چهره تبلیغاتی هتل رو انتخاب کردیم و اون قضیه هم فراموش شد. کیو انتخاب کردین؟ من خبر نداشتم، بهش تبریک نگفتم. خدمتکار کانو، نیلوفر یوجل. راستی بابا، منم مثل کان 10% از سهامو میخوام. راجبش یه فکری بکنی. نیلوفر؟ بابا بابا چی شد آخه؟ بشین چی شد؟ خوبی بابا؟ بذار برات آب بیارم. نیلوفر یوجل دختر شریک سابقمه. وقتی که باباش مرد اون هنوز یه بچه کوچیک بود. خیلی بهت میاد. به شما هم. نوشه جان بفرمایید. نیلوفر؟ بله. نظرت چیه با هم یه نوشیدنی بزنیم؟ چرا نمیشینی؟
من آره؟ من سر کارم. شما بنوشین. لطفاً. اصلا دوست ندارم تنهایی بخورم. خواهش میکنم. باشه. متشکرم. من براتون میرم. بسپارش به من لطفاً. باشه. اینجوری راحت ترم. ستاره دنباله دار دیدینش؟ چه بزرگ بود. خیلی قشنگ بود. دیدم. به خاطر نور چراغای شهر هیچ وقت نمیتونیم ستاره ها رو ببینیم. اما بچه که بودیم چقدر قشنگ بود. هممون میرفتیم رو پشت بوم خونه هامون و تا صبح ستاره میدیدیم. شما هم دوست دارین؟ چیو؟ تماشای ستاره ها. آها. بهش فکر نکردم، راستش نمیدونم. اما اگه از جنبه علمی بهش نگاه کنیم، اتم‌های بدنمون در واقع زمانی میلیاردها سال قبل قسمت از یه سوپرنوای منفجر شده بود که تو فضا پخش شده. یعنی فقط شما میتونستین به این قشنگی یه همچین توجیه علمی برای یه پدیده طبیعی بیارین. تبریک میگم. تو بگو. من؟ آره. باشه میگم. راستش فکر کنم خلاصه حرفای شما این میشه که همه ما از ستاره ها میاییم، پس هممون گرد ستاره. پس داری میگی ما دوتا گرد ستاره ایم که اینجا کنار هم نشستیم و آسمون رو تماشا میکنیم. الو. آها. کان. نیلوفر یوجل پیشته؟ آره پیشمه. کان، تو میدونی اون دختر کیه؟ کیه؟